بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به قسمت سوم داستان صحابی بزرگوار کبشه بنت رافع، به عبارتی ام سعد رضی الله عنها. اگر یادتون باشه در جلسه قبل به اونجا رسیدیم که فرزند ایشون عمرو در غزوه احد به همراه 12 تن از جنگاوران و مجاهدان و مسلمانان قبیله بنی عبدالاشهل شهید شد و 30 نفر هم زخمی شده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بالاخره رفت برای عزاداری اونها. دید اونها زنها طبق اون رسم‌های قبل از یعنی جاهلی دارن عزاداری میکنن و هنوز حکمی هم صادر نشده بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت خب دیگه برای حمزه کی میخواد این کارو کنه؟ بالاخره اینها مهاجر بودن، اون شرایط خانوادگی و قبیلگی دیگه در اونجا مهیا نبود و وقتی که سعد این رو شنید رفت به زنها و مادرش اینها گفت و اینها اومدن کنار خونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. همون شب بود در کنار مسجد و بالاخره شروع کردن به همون رسم خودشون زنها گریه کردن و که بتونن رضایت خدا و رسول رو به دست بیارن. بالاخره پیامبر خدا برای حمزه هم مثلا ابراز همدردی بکنن و پیامبر وقتی که این مسئله رو شنید و دید این صدا و گریه ها رو، دیگه اینجا این حکم نازل شد که در مورد اینکه دیگه این عزاداری از این به این سبک تباکی و هم کنار هم می‌نشینند و یادآوری میکنند و گریه میکنند دیگه من شد و گفت برگردید. و طرفی هم خب هم خوشنود بود به خاطر اینکه اینا خب این حکم نیامده بود تا این لحظه و این شرایط هم فراهم شد که بالاخره این مسئله دیگه از این لحظه برطرف شد و اینها دیگه برگشتن به خونه هاشون و به عبارتی این صداقت و پاکی اینها هم نزد پیامبر خدا خب قابل اهمیت بود و توجهی که داشتن و پیامبر خب اشاره کرد که دیگه شما برید نزد خونه هاتون که چرا که دیگه از قدیم مشخص بوده شما انسان‌های اهل معرفت و دوستی و خیر و نیکی هستید. اما داستان که هنوز تموم نمیشه، داستان ام سعد به عبارتی کبشه بنت رافع، این صحابی بزرگوار صداقت ایمانیش هنوز باید لحظه به لحظه در مسیر ایمان برای مسلمانان ثابت بشه و ببینیم ایشون چه صبر و پایداری در مسیر صبر و جهاد و این گونه موارد داره. امام شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه نقل میکنه در کتاب تاریخ اسلامی که امام ذهبی داره که و دیگران هم مثل بیهقی و دیگران در کتاب دلائل النبوه این آوردن که ام المؤمنین عایشه، خوب داشته باشید صحنه رو، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در قلعه‌ای بودن در اون روز جنگ خندق. روز خندق در قلعه حصن بنی حارثه بودن که خب مال انصار بود و ام سعد ابن معاذ هم یعنی ام سعد هم مادر سعد همین کبشه هم میگه در همون قلعه بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که رفته بودن برای بالاخره کندن خندق و آمادگی جنگ و محاصره شده بودن دیگه، بعد بالاخره بچه‌ها و زن‌ها هم در قلعه ها بودن از ترس اینکه مبادا دشمن بخواد شبیخون بزنه و این بچه‌ها و زن‌ها بالاخره قتل عام بشن و از طرفی هم خب مسئله امنیت اونها باشه. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نقل میکنه که میگه سعد ابن معاذ، سعد پسر همین کبشه هست یا ام سعد، سعد ابن معاذ میگه که اومد رد شد در حالی که ایشون لباسی که داشت، لباس جنگی که داشت، این لباس قسمتی از این لباس پاره شده بود، یعنی مثلا اون مثل زره باشه، لباس زره جنگی که بود قسمتی پاره شده بود، یعنی طوری که این دستش بالاخره مشخص بود در این جریان، مثلا ذراعش بیرون بود، اما خب داشت قهرمانانه وارد میدان جنگ میرفت و رجز میخوند، اون چیزی که بالاخره رسم بود در اون زمان، رجزخوانی برای جنگ و آمادگی و برای مقابله و فلان. بعد ایشون میگفت من آماده هم و از مرگ هم نمیترسم، بذار که مرگ نزدیک بیاد به سراغ من. بعد میگه ام سعد گفت بله پسر من واقعا همین گونه است، مرگ ازش تأخیر کرده و مادر میخواست که هیچ لحظه ای رو ایشون از دست نده از خیر و برکتی که فرزندش کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگه که من گفتم ام سعد ای کاش که واقعا این لباس جنگی فرزند سعد کامل بود که از این شرایط بالاخره در حفاظ میشد. دشمن داره حمله میکنه، تیراندازی میکنه و اتفاقا هم همینجوری شده که از تیرهایی که پرتاب شد و این تیر که توسط شخصی بود به نام اکل که ظاهرا از تیراندازان قبیله به قول معروف چیز بود، همون قبیله روبرو بود که اومده بودن جزو قبایلی که مشرکین که محاصره کرده بودن و این تیر خورد بالاخره یکی به دست ایشون، از یک شاهرگ ایشون قطع شد در این زمان. خب خیلی آسیب جدی بود
و اون شخص گفت بله این رو بگیر از جانب من. اون شخصی که میگفت کرا که ما فرزندان عرقه هستیم. سعد هم در جوابش وقتی تیر خورده بود خون می اومدش گفتش که بله عرق الله وجهک فی النار، خدا چهرهتون رو در آتش جهنم سرازیر از عرق و مثلا ناراحتی و غم و اندوهتون بکنه. و سپس ایشون رو به الله آورد سعد در اون حالت و گفت خدایا اگر تو میدونی ان کنت ابقیت من حرب من قریش شیئا، اگر میدونی که از این جنگ قریش چیزی باقی میمونه منو براش نگه دار بتونم در این جنگ ادامه داشته باشم، چرا که من نمیخوام ببینم. گوش کنید که من دوست دارم من این قومی رو دوست ندارم که دارم من میبینم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مقابل پیامبر ایستادن و پیامبر رو اذیت میکنن. این قوم قریشی که پیامبر رو تکذیب کردن، از سرزمین خودشون اخراج کردن. و اگر هم خب جنگ خوابید و جنگی نشد من دوست دارم که شهید بشم. و اما قبل از این شهادت دوست دارم که چشمام روشن بشه به این خیانتی که بنی قریظه یهودی که در مدینه بود با مشرکین داشت که از اینها انتقام گرفته بشه. و خداوند هم دعای این سعد رو پذیرفت که و بالاخره رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ایشون یک خیمه زده بود در همون مسجد که بتونه نزدیکاً بالاخره از ایشون مراقبت بشه و زخم ایشون رو خوب بکنن. و از اون طرف هم خب یهود بنی قریظه خیانت کرده بود، عهد و پیمانش رو با رسول خدا شکسته بود و طبق همون چه که سعد ابن معاذ آرزو کرد و دعا کرد حکم این گونه شد که بالاخره بنی قریظه این تاوان این خیانت و پیمان شکنی و این نقشه‌ای رو کشیده بودن که بتونن گازنبوری از در حالی که مسلمان ها غافلن از جهت دیگه حمله بکنن اونها رو نابود بکنن، بالاخره اینها این تقاص رو پس دادن و تقاصش سختی بود که خداوند این گونه فراهم کرد. اما بالاخره بعد از این انتقامی که خداوند از این قوم پیمان شکن گرفت سعد ابن معاذ از دنیا رفت و شهید شد. و باز میبینیم حالا باز مادر ایشون ام سعد رو که به عنوان یک زن بزرگوار مؤمن و با ایمان ایستاده در حالی که صادقانه در این مسیر خودش رو وقف الهی کرده و البته اشک‌ها از چشمانش دیگه سرازیر هست، نه دیگه بر اون سبک جاهلیت و داره اشک‌ها رو پاک میکنه، میگه وای با حالت ام سعد و خوش به حالت از طرفی که فرزندت بالاخره با این جدیت و فلان به این خوشحالی و صدق به این شهادت رسید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که این صحنه رو دید بالاخره این ام سعد رو تسلی داد و از طرفی هم داستان رو هم داشته باشید که این سعد یک خاطره‌ای داره در همون غزوه احد که سعد حالا من این داستان رو خواهم گفت. بذار این قسمت چیز کنیم که جسد سعد رو هم بالاخره به بقیع بردند و بالاخره در اونجا دفن کردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ایشون خیر و دعا رو کرد و اسما بنت یزید ابن سکن، خوب دقت کنید، اسما بنت یزید ابن سکن روایت میکنه که وقتی که سعد از دنیا رفت و شهید شد مادرش بالاخره ناراحت شد و فلان، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتش که آیا تو نمیخوای این اشک و گریه و غم و اندوه رو تموم بکنی، چرا که فرزند تو اولین کسی است که شهادت اون سبب شادمانی خدا شده، چرا که اینها میرن نزد الله و برگزیده میشن. اول من ضحک الله الیه و اهتز له العرش، خداوند به خاطر اون خندید و عرش الله رب العالمین به خاطر این خنده به لرزه در اومد. و این موردی هست که در کتاب سیر اعلام النبلا و طبقات ابن سعد و مجمع الزوائد نقل شده. البته من صحت و سقم و تحقیقش رو ندارم ولی این روایت اونها نقل کردن در این مورد و خب این صحابی بزرگوار قبول کرد و خوشحال شد که بالاخره فرزندش جزو شهدا هست و به این مکانی که و این در این امتحان برنده شده و پیروز شده و بالاخره مسلمان ها هم به دعای فرزندش و اون چی که آرزو کرده بود بر بنی قریظه غلبه کردن و اون انتقام رو گرفتن. و پیامبر هم بعد از اون غنایمی که از بنی قریظه به دست آورد بالاخره به زنانی که در این جنگ بودن و از جمله همین ام سعد هم در این مسیر همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود، صفیه عمه پیامبر، ام عماره، ام سلیت و ام علا و سمیرا بنت قیس، اینها رو چیکار که پیامبر هم از همون غنایم بالاخره هدایای چیزی به اونها داد. مادر ایشون بالاخره ام سعد بعد از این بالاخره چند سالها زندگی کرد در حالی که قانع و راضی بود به اون چیزی که خداوند برای ایشون قرار داده بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ایشون خیلی احترام قائل بود
مثل سایر صحابه. بالاخره ایشون مادر 2 شهیدی بودن، اهل عبادت و بندگی خدا بودن و خوشنودی خدا بود. اما ببینیم، نگاه کنید، آیات الهی که وعده بهشت میده بر مسلمانان، به ویژه همون نسل اولیه صحابه، خب شامل همه اینها میشه. اما مازاد بر اینها یک کرامت دیگری وجود داره در تاریخ. از این بالاخره نشون میده از صبر و استقامت این بالاخره خانواده که هر کدوم از اینها در جای خودش قابل اهمیته که ما میتونیم بهش دقت بکنیم. انس بن مالک رضی الله عنه نقل میکنه، خب دقت بکنید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه یک فردی که شهید میشه، من احتسب، و جا گفتش در میاره نقل کرده، من البته میگم این رو امام بخاری و امام مسلم نقل کردن، من احتسب ثلاثه من صلبهی دخل الجنه، کسی که 2 نفر از فرزندانش از دست بده و صبر و پایداری کنه، خدا بهشت رو نصیبش میکنه. میگه یک زنی بلند شد گفت یا رسول الله اگر 2 تا رو از دست داده باشه چیه؟ پیامبر گفت باشه، اگر 2 تا هم که باشه کافیه. و میگه کاش من میگفتم که یکی، یعنی تا این اندازه رحمت خدا هست. و ام سعد خود 2 تا از فرزندانش رو از دست داده، اون هم با این مقام و منزلت شهادت. در غزوه احد داستان اینه، در غزوه احد که وقتی گفتیم که بالاخره عمرو بن سعد که فرزند همین ام سعد باشه یا کبشه هست بنت رافع، خب شهید شده بود. میگه که این داشت می اومد طرف رسول خدا صلی الله علیه و سلم، رسول خدا هم روی اسبش بود و سعد ابن معاذ هم که پسرش باشه این لگام اسب رو داشت می اومد. بعد سعد به پیامبر گفت یا رسول الله امی، این خانومی که داره میاد مادر من هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهش خوش آمد گفت مرحبا بها، و ایشون کنار پیامبر ایستاد و بالاخره پیامبر کمی نزدیک شد و به ایشون تسلیت گفت به خاطر فرزندش که عمرو بن معاذ شهید شده. بعد سپس بهش گفت نگاه کن ام سعد، بشارت بر تو باد یا ام سعد، ابشری و بشری اهلیهم، بشارت بر تو باد و بشارت بر خانوادت باد. که این تاریخ اسلام ذهبی و دوره رو اینها این رو نقل کردن، در مغازی هم این اومده. یا ام سعد، بشارت بر خودت باد و بشری اهلیهم، برو به همه این زنان بنی عبدالاشهل و انصار هم بشارت بده که ان قتلاهم ترافقوا فی الجنه، که شهداشون امروز تو بهشت و همه با هم هستن، ترافقوا فی الجنه جمیعا و قد شفعوا فی اهلیهم، و اینها در مورد خانواده های خودشون بهشون اجازه شهادت داده شده. اینجا دیگه ام سعد گفت رضینا یا رسول الله، ما راضی هستیم به اون چه که بالاخره خداوند برای ما قرار داده. و گفت یا رسول الله، خب بعد از این در مورد همون گریه و غم و اندوه هست، ما چه باید بکنیم؟ پیامبر گفت ادعوا لمن خلفوا، و ایشون رو پیامبر خدا حالا که اینجوریه و ای پیامبر خدا برای ما دعا کنی، برای ما کسانی که بعد از اینها موندیم، بعد از این شهدا موندیم. پیامبر گفت اللهم مذهب حزن قلوبهم، خدایا این غم و اندوه قلب‌های اینها رو ببر، وجبر مصیبتهم، این مصیبت اینها رو جبران بکن، و احسن الخلف علی من خلفوا، بهترین رو برای اینها جایگزین کن از اون چیزی که اینها از دست دادن. و در این ما میبینیم دیگه این مقام و منزلتی که خداوند برای اینها و برای این صحابی بزرگوار قرار داده، که چرا در واقع ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب امیدواریم که از این داستان‌ها بهره برده باشیم، داستان‌های واقعی و از نسل اولیه. تا روز دیگه و داستانی دیگه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.